Bismillahi Allahu Akbar. Marhamat kini bacho. برادرای عزیز، شکروی ما بودرین داره، هورون داره، جیرگوت، با چی داره همین؟ نمک داره، کاکوتی داره، نون بسیار با مزه ای. شکرو به همه چیز می شود. شکروی با تورون شان چی شدید؟ برادرو کمتر بارون ایستگاست. نمودی بینایی که در 10 ساله 15 ساله اخیر در دهه 70 باقی موندگی ای بیرون گفتم شما در نشون بدم. علف به نهایت بلند باور که گذشتن قینه راه گشتن با بارون میزنه، بارون زدگی تر همه بارون ادامه داره، بارون من شدگی نیست. ما هم تر شدگیم خیلی خوشبختانه بگیم در زیر قاقیم علو کردگیم، لباسمون قاق میکنیم بعد طرف دیه میریم برای که دیگر هیچ امکان نیست. این درختها درخت زردالو، درخت چهارمغز، درختای پیر پیرای، درختای پیر پیرن. امی درخت زردالو ممکن 100 ساله زیاد باشه. من تای فکر میکنم برای که 90 شایته زدگی ای 90 شایته زدگی بریدگی ای. ام خیلی دوستای عزیز، اش درخت گیلوس ای، درخت نوای. اینجا بابوی احمد خان یک وقت زندگی میکرد، یک مرد تنها در اینجا زندگی میکرد. خیلی درخت های بگیم سورمینی سبز کردگی، گیلاس و ناک و شفتالو و سیوای خوبانی و سیوای زمستانه و سیوای تابستانه و که دیگه بسیار نقشای ما برباد رفت. دوستای عزیز نقشای ما برباد رفت، نشان دادن نمیتونیم، رفتن نمیتونیم با وجود دیگه. گلخان کم کم با جای توتای پیچکه دود میبروید با بیرونه، همون میشید اگر داری درون ما کردود ده نفس گیر میشیدیم. بارون معلومه که ایست نمیکنه. نقشه ما بود که ای داخل دهه 70 ما میگردیم، ای خرابه های باقی مونده، ای جای تاریخی دهه 70 نوار میکنیم، یک جا تماشا میکنیم. لیکن متاسفانه وقتم رفته ایساست، بارون هیچ نمیسته. یکم وقتی دیگر خدا خواهد میایم ای دهه 70 جاهای تاریخی داره، کتابخانه داره، کتابخانه قدیمه در سالهای جنگ شهروندی بگیم، سالهایی که ثبات امن نبود از طرف راهزنا بگیم یا دزدا غارتگرا یافت شده است. باز در او داخل چیزایی که بد است یا نه همه را گرفته به یغما بردن. در 70 ده تا کتابخانه بود. یک صد در دوره اتحاد شوروی یافت کردگیان اوسته ورتالیوت چرخبا قطی گرفتگی بردگیشونن، شاید در قدم موزه باشن. وقتی که یک تایگرش محفوظ بود سالوی در خدمون اروس نیکلای میگفتن، اومد اروس نیکلای ده مردم گریزه شید رفت. این کتابخانه همون دوره موندگی مردم گریزه شید رفت تا افغانستان. وقتی که شاید نبیراشون باشن اما آدمایی که بدن میدونستن توچکای اساسی امورا اومدن یافتن.
اومدن یافتن یک وقت بگو شد که پیراکندن. وقتی که اومدن دیدن جای کتاب یافتن، همون جای پیر. پیر یعنی چی؟ چه بگم خودم لازم عقده، یعنی که دمایی که اولیاشون میگن مزار بزرگوارا. بزرگوارا شاید در نزدیکی خونه‌اش یا ملای مدرسه بوده است یا که مدرس هم مدرسه، همون کتابخونه در نزدیکی خونه هم ممکن واقع بوده است. یک سوال، مدرسه گفتی امید در امید قشلوق هفتوزمین مدرسه بوده است؟ بوده است، وقتش در مدرسه بوده است. مدرسه بوده است. مدرسه بوده است. به حد کتابای بگیم خوب بوده استند امید. بعد امید نقل گجوش ده بدیم؟ وقتی کندن پیر کندنی امون مزار بگیم. اومدن دیدن که کندگی های هم خیلی با زبان اوزیره خیلی میگن ستلیر رفق میگن، اما دا با مثل جای کتاب اونه که اثر های غورتگرا نیستن، گریختن شاید گرفتن با کدم سقی بر من رفتن. خلاص اخیرون کتابخونه همو بود، کتابخونه که محفوظ بود هیچ کنه میدونیست. شاید که همو بگیم دزدای و غارتگرایی که میگیم کتابو را گرفتن بردن، من فکر میکنم که همو غارتگرا ای نسلی شاید ایمی گریزه هایی که دهه هفتوزمی رفتگن ای کتابو با خبر بدن کتابخونه چی یا که همو دانشمندا و علمایی که گرفتن ای ترسی اورس گرفتن رفتن. اورس نیکلای میگفتن پیش ای بلشویکو سال 1864 قوقند سمرقند گرفته بودن. وقتی که قوقند سمرقند میگیرن از خونیگری بخورو خیلی شهر موسیقی میکنن میگیرن یا چیشون میتن تریتوریا در مسلمانی به کفر جزیه هم میسپارید یا تریتوریا طلب میکنن. روس نیکلای تریتوریا طلب میکنن. اومدگی اینا 5 پایان وزرای رایون 5 دوی همدانی تا گرانس فرخور انا ایجاده. وقتی که همو روس نیکلای میویا همیسه خود یای همو مسچو و همو طرفو هموسو اومده ایجام یک پیر دیگه پیری از پخو میگن. دوستای عزیز در نوار دهه ملیو حمید در باره بابای دملو عبدالقادر یک قصه کرده بود. متاسفانه نواری ما را یوتیوب اودالیت کرد. در اوجا بعضی بگیم کمبودیو داشتیم، ما نوکار بودیم نمیدونستیم. متاسفانه نوار ای بین رفت یوتیوب اودالیتش کرد. ما تجهیزاتی نداشتیم که بگیم زپس به اصطلاح روسی نوار را زپس در دستمون نگه بداریم. حمید در امو نقل از پیری اسپخو یادواری کرده بود. هم پیری اسپخو همونجا گریزه شدگی میویان همی بابوشتای نمی راهوی که پیش گفتیم اینجا نسبت خدمون چیه پیش رفته بود مدنیتش با همی راه میویان همیجا گریزه یک جا میگیرن میروان رفته اونجا قشلقو بسیاران هم روتی خم هم خیلی شاید که همون آدمایی که همیجا رفتگی بودن میدونستن جو مکانی همی کتابخونه را در حالتی که در کارشون شده است یا کتابا در کار شدن نبراشون بگم من میشوه در دوره نارامی و نوتنجی های زمان اینایی دوره استقلالت خدمون اینجا نوتنجی و نارامی بود اومدن کندن گرفتن بردن به یغما رفتن به یغما بردن. بعد امید با شنیدگی من همون دزدایی که کندن کتابخونه را بردن میگه که شاید که قطعی کتابایی که بود شاید یکون گنج دیگر هم همراهشون در همونجا بدست به خاطری که میگه با موافق اطلاعات خبرایی که مردم میگن همه یک دیگر یک چند نفر بدستن 8 نفر بدست 5-6 نفر بدست تا 10 نفر گمون همه یک دیگر میگه رده قتل کرده رفتن. درسته؟ یفتگی هن خیلی 3-4 مرده یفتگی هن او اصلا تاجیکن تاجیکای گذشته خدمونن همینجا گریختن رفتن. همه خیلی شیدگی بود. ما یاد داریم مثال وقتی 5-6
15 сол пеш ҳам набуда ками ҳодиса ҳодисае ки ҳаминҷа ғорат кардан. ғорат кардан. дӯстои азиз, алаф бениҳоят баландай, ҳама тараи дигар рафта наметунем. таҷҳизото заряди бигем ҳамун қувваҳои барқишон ай байн рафтааст. дигар хоста бошад худо дар навори оянда ҳатман навори дарозтар мекунем, ба шумо қисса мекунем ай автозамин ва аз худи пеши ҳамун мазоре ки дуздо ба яғмо бурдан китобхонара аз уҷа ба шумо навор мекунем. худи ҳамун китобхонара ба шумо нишон метем ва китобхонаи дуюм ки дар бари кандаи хокай ба назди ура рафта намешавад, лекин аз дур мо ба шумо нишон метем китобхонара. хоб амиҷон раҳмати бисёре барои нақли бигем хела шуниданӣ. раҳмат барои нақлҳои хеле ҷолиб. худо хоста бошад дар оянда ваъда метеман тамошобинора иншоалло ки навор меоем навор мекунем, ба шумо ҳатман нишон метем. дар амони худо бошен. ҳатман ваъдаи кардагиро мо иҷро мекунем. дар паноҳи худо.